السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان عالی قدر. گروه ایجادی برنامه دوست داشته‌تان رنگین کمان خیلی خوشنود و سرافرازند که نگاه های گرم شما به برنامه ما نگران است. کوشش میکنیم لحظه هایی که همراه ما هستید هرگز بی ثمر نمی رود. با ما باشید. شاهی خوبان توی راحتی جان توی شاهی خوبان توی ای راحتی جان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی از چشم و لطاف تو میبوسم شاهی دختران تو در آغوشم از چشم و لطاف تو میبوسم عاشق لبانی تو گرنوشم به ساغر و می مست و مدهوشم به ساغر و می مست و مدهوشم شاهی خوبان توی راحتی جان توی شاهی خوبان توی ای راحتی جان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی شاهی خوبان توی راحتی جان توی شاهی خوبان توی ای راحتی جان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی شاهی خوبان توی راحتی جان توی شاهی خوبان توی ای راحتی جان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان عالی قدر، برنامه این ساعت ما با یک عباره بگوییم سرحساب برای سال 2022 و تبریکات همزبانان و دوستان برای سال نو می باشد. اینک توجه نمایید. سالهای آخر با شرافت سیاست دوراندیشانه راهبران دو کشور همسایه رابطه های همه جانبی دوستانه خیلی مستحکم می گردد. سفیر محترم، پیش از همه شما را با فرارسی سال نو میلادی 2023 از صمیم دل تبریک و تهنیت می گویم. بیایید در این دم سال 2022 را سرحساب میکنیم. تشکر زیاد. من پیش از همه مردم شریف ازبکستان و مردم شریف تاجیکستان را به مناسبت سال نو میلادی صمیمانه تبریک میگم و به مردم تاجیک و ازبک سلامتی، برای کار، موفقیت و کامیابی ها تمنا می نمایم.
برای ما سال 2022 در حقیقت سال خاطرمان بود. ما پیش از همه 30 سالگی برقرار شوی همکاری های دوستی و برادری را با جمهوری ازبکستان در سطح بلند دایر نمودیم و بیش از 22 چاره‌بینی های خیلی زیاد و مفید در جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان شهر و ناحیه ها برگزار نمودیم. باعث خوشنودی بود که اولین مرتبه نمایش رسامان تاجیکستان در شهر زیبای تاشکند برگزار گردید و طول یک هفته دوستداران این صنعت بسیار زیبا در این نمایشگاه اشتراک کردند و از این نمایشگاه دیدن نمودند. از همه مهم بین اتفاق نویسندگان، اتفاق ژورنالیستان و اتفاق کمپوزیتوران یادداشت تفاهم به امضا رسید و اولین مرتبه کنسرت مشترک کمپوزیتوران تاجیکستان و ازبکستان دایر گردید. در روز کنسرت بهترین کمپوزیتوران ازبکستان و تاجیکستان جمع آمدند، با هم اظهار نظر نمودند و اثرهای بهترین خود را به شنوندگان و تماشابینان پیشنهاد نمودند و خوشبختانه بین روزنامه‌نگاران تاجیکستان و ازبکستان نیز همکاری‌های بسیار گسترده و راه مانده شد. یک گروه روزنامه‌نگاران از جمهوری ازبکستان و جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند و از شهر و ناحیه‌های گوناگون دیدن نمودند و با موفقیت و دستاوردهای تاجیکستان آشنایی پیدا کردند و همینطور روزنامه‌نگاران تاجیکستان و ازبکستان تشریف آوردند و از موفقیت دستاوردهای کشوری همسایه دیدن کردند و بسیار مقاله و رپورتاژها به تماشابینان تاجیکستان پیشنهاد کردند. این البته برای همکاری‌های گومانیتری و فرهنگی نقش بسیار ارزشمند می‌باشد. در شهر سمرقند ارکستر سیمفونی نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 2 روز با برنامه نو مخلصان خود را شاد گردانید و دسته های هنری دیگر منطقه‌ها نیز در روزهای جشن نوروز و جشن استقلالیت در ولایت‌های سرحدی با برنامه‌های کنسرتی برآمد کردند. از همه واقعه مهم و رویداد ارزشمند آن بود که 2 و 3 ایون با دعوت پرزیدنت جمهوری ازبکستان جناب عالی محترم شوکت میرزیایوف، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان به شهر تاشکند تشریف آوردند و در اینجا واخوری و صحبت‌های خیلی مفید به انجام رسید. با دعوت پرزیدنت محترم شوکت میرزیایوف، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از چند کارخانه‌های نو دیدن نمودند و به ولایت خوارزم سفر کردند و از یادگاری‌های تاریخی دیدن نمودند و از همه مهم در این دوره سازشنامه‌های خیلی مهم و ارزشمند به امضا رسید. اگر در مجموع گیریم بیش از 400 سازشنامه‌های با وزارت اداره‌ها، با کارخانه و مؤسسه‌ها، با تشکیلات‌های تجارتی به امضا رسیدند که هر کدام آن در حل بسیار مسائل اقتصادی و اجتماعی نقش نهایت مهم باز اجرا می‌کند. خوشبختانه امروز 17 سرحدی که در میان تاجیکستان و ازبکستان فعالیت می‌کند همشون باز هستند و شهروندان آزاد به یگان ممنوعیت هم از تاجیکستان و هم از ازبکستان و کشورهای همسایه می‌روند و هم از خویش و تبارها دیدن می‌کنند و هم چاره‌بینی‌های بسیار مهم می‌گذرانند. سال گذشته در زندگی نامی مردم ما سالی خاطرمان بود. برابری به امضا رسیدن مموراندوم در ساحه علم و فرهنگ
واخوری‌های صاحبکاران ولایت‌های سمرقند و سوخت، فرغانه و ختلان و سرخندریا برای رشد اقتصادیات ازبکستان و تاجیکستان نقشی مهم گذاشت. سال جاری باشد بازچند نقشه‌های مهم عملی خواهد گشت. باوری دارم که سال 2023 هم با موفقیت جنبست می‌گردد و ما نیت داریم که در سال 2023 یک قطار چهاره‌بینی‌های فرهنگی و دایر نماییم و دسته‌های هنری تاجیکستان را به ازبکستان دعوت نماییم. نیت است که اتفاق کمپوزیتوران با ارکستر سیمفونی به تاشکند به سفر کاری بیاد و در اینجا کنسرت بسیار کلان اکادمی دایر گردد و همچنین ما مقصد داریم که یک زمره رسامان ازبکستان را به تاجیکستان دعوت نماییم و در آنجا نمایش رسامان ازبکستان را تشکیل نماییم و امید است که چهاره‌بینی‌های اقتصادی و تجارتی نیز دایر می‌گردند. ما باور داریم که در این سال سفر کاری پرزیدنت جمهوری ازبکستان و جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. در پی این چهاره‌بینی یک قطار تدبیرها از آن جمله فورم اقتصادی دایر کرده می‌شود و دیگر مسائل اقتصادی و سازشنامه‌هایی که بین تاجیکستان و ازبکستان آماده می‌گردند آنها با اشتراک دو سرور دولت به امضا می‌رسند و خوشبختانه در جمهوری ازبکستان و ملت‌های دیگر نیز اعتبار جدی داده می‌شود، از آن جمله به تاجیکانی که در جمهوری ازبکستان زندگی می‌کنند و کارهای دیگری همکاری‌های اقتصادی به مراتب بالا می‌رود. نیت است که کارخانه‌های خرد مشترک بین تاجیکستان و ازبکستان تأسیس داده شود و امروز بسیاری از تدبیرکاران ازبکستان نیت دارند که در جمهوری تاجیکستان در ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های گوناگون تاجیکستان کارخانه‌های مشترک تأسیس دهند و امروز بازار استعمالی هم تاجیکستان و هم ازبکستان از مال و محصولات همدیگر خیلی بای است و امیدواریم که مردم شریف تاجیک تبار ازبکستان باز امکانات پیدا کرده به طریق سیاحی به تاجیکستان می آیند. من باوری کامل دارم که با این را دوستی تاجیکان و ازبکان باز هم مستحکم می گردد و ما می توانیم که سال 2023 را با موفقیت با برگزار نمودن چهاره‌بینی‌های گوناگون اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و گومانیتری جنبست نماییم. آره، محصول میوه باغی دوستی را که نشانه مهر و محبت و صمیمیت دو خلق دوست را انعکاس کرده است، نسل امروز و فردا با شکرانگی خواهیم چشید. امروز مردم کشورمان مراجعتنامه پرزیدنت شوکت میرزیایف را به عالی مجلس و مردم جمهوری در حیات همچون دستورالعمل می‌دانند. ازبکستان صاحب استقلال را ضرور است که در جهان با بال و پر خود به پرواز آید و در بین مملکت‌های پیشرفته موقع خود را پیدا بکند. سال 2023 سال پرشکوه پرفیض گذشته ایستاده است که من دیروز یک مردم ما همین سال را استقبال نمودند. البته در این سال نو پیش از همه به صفت تعلیم اعتبار داده می شود، زیرا ما در ازبکستان نو در احیای دوره سیوم قدر انسان اعزاز کرده می شود. انا همین طور جمعیتی که ما برپا می کنیم این جمعیت جامعوی می باشد
به واسطه در جمعیت جامعوی قدر انسان اعزاز کرده میشه. بنابراین وقتی که مراجعت قبول کرده شد، محترم پرزیدنت شوکت میروانویچ میرزایف پیش از همه به قانون و کنستیتوسیا به واسطه دایر به قدر و قیمت انسان، حرمت احترام آن و قانون ها ماده هایی که داخل کردن را خاطر نشین کردن. من باوری دارم که مردم ما از این حیات آسوده، از خوشبختی، فرهمندی خیلی سرفراز است، چون که حیات ما پیشرو است. من همین طور این سال 2023 سال پرشکوه، پرفیض، بخت آمد می شود. از آمد و درآمد و من همین که ایدی پیشواز گرفتم همین رو دلالت می دهد. همینطور در مراجعت نامه پیش از همه قدر انسان و حرمت و احترام آن به جا آوردن. این چنین معماهایی که در ساحه تمام جبهه‌های حیات بود و آن یک یک حل خود را می یابد. حالا دستور دولتی قبول کرده شد و خریطه های راه معین گردید. من همه همین حجت ها و قانون های قبول کرده ایستاده پیش از همه برای برقرار کردن حقوق انسان، مدنیت او، معرفت او، فرهنگ او به واسطه خدمت میکند. ما با همه میفخریم. امروز دیارمان آسوده، مردممان خوشبخت که همه بهر زندگی ای خوشبختانه همه قدم به پیش می نهند. همینطور از این امکانیت ها استفاده برده من تمامی مردم را و دوستان را با این عید سال نو از ته دل تبریک و تهنیت ها می گویم. بگذار همیشه حیاتشان خوشبختانه و آسوده گذرد و آن آرزوهایی که دارند همه‌اش پی هم در آینده از این هم زیادتر گردد. البته با همین راه باز میگیم بردباری، آمد، بخت میخواهم. همیشه دیارمان آسوده و آسمانمان مصفا باشد. هر دولتی که اقتصادیات پیشرفته و علم و معنویت پیشقدم دارد به پرواز آماده و قله‌های بلند را فتح می نماید. اقتصادیات و علم بیشک دوبال جامعه است که وی را به منزلی مراد می رساند. برای این فداکاری های فرزندانی برومندی وطن در همه جبهه ها، خاصه در ساحه علم و معارف، از عامل های حل کننده به حساب می رود. ما در قطار ملت های دیگر که در ازبکستان زندگی و کار می کنند به حفظ فرهنگ و تمدن و پیشرفت مکتب و معارف و زبان مادریمان خود جهد نماییم. اینک سال نوی 2023 هم فرا رسید. هر سال مردم ما سال نو را با آرزو و آمال‌های نو، نقشه‌های نو پیشواز می‌گیرند. این سال انشاءالله سالی نیک میشه، زیرا این سال از جانب پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف سال اعتبار به انسان و سال تعلیم خوشصفت اعلان شده است. البته در هر یک جامعه ثبات سیاسی از چی سر میزد؟ اگر اهل جامعه متفق باشند و اهل باشند و از جمعیت، از دولت راضی باشند. از طرف پرزیدنتمون به سبب این سال را سال اعتبار به انسان و صفت تعلیم نماندند. زیرا اعتبار به انسان از اول هم مقصد و مرام دولت ما. این نکته در کنستیتوسی ریاست ازبکستان علاوه ذکر شده است و مقصد از این نکته ها این است که در جامعه ما هر یک ما صرف نظر از ملتمان، از دینمان، از طرف دولت زیر حمایت گرفته شده ایم. باید ذکر نمود که ثبات اجتماعی کفیل ثبات سیاسی است و ثبات سیاسی در هر یک کشور این هم تاثیر میکند به نیک احوال مردم و هم امکان رونق دادن رابطه ها با کشورهای همسایه می شود. این زمانی است که خیلی خیلی پرشدت تغییر میخورد. عصر اخبارات میگیم، عصر اطلاعات میگیم. در این زمان عیناً تعلیم بیهوده نگفتن پرزیدنت 3 مراتبه عیناً امروز جوابگوی همین خیلی تهدیدهای عمومی جهانی است. کنیونکتور سیاسی میگیم، کنیونکتور بازار میگیم، کنیونکتور دولت ها
در میدان سیاسی بازی‌های نیرنگ سیاسی در همش البته همون خلقه همون مملکتی در اینجا برد میکند که اگر متفق باشد و جامعهش از تمام نوگانه‌های علم و فرهنگ با خبر باشد. از این رو سال نو 2021 الها برای مردم سال نیک باشد و سال پیشرفت علم و فرهنگ باشد. یک همچون ژورنالیست خبرنگار باید ذکر نمایم که سال گذشته 2022 سال فراموش ناپذیر بود. همون سال فراموش ناپذیر 2022 برای نقشه های نوی 2023 البته امکان وسعت دادن روابط های دوستانه با کشورهای همسایه از جمله همکاری ایجاد ژورنالیستان ازبکستان با همکسبان کشورهای همسایه امکان میبخشد. در واقع ما روزنامه‌نگاران در راهی به جامعه رساندن اخبارهای نو به نو مسئول می باشیم. در تحکیم دوستی خلقا باید سهمی مناسب گذاریم. حالا تبریکات همکسبانمان را از تاجیکستان پیشکشی شما می نماییم. ای دوست بیا ز نو هم آواز شویم، دمساز به هم دوتار یک ساز شویم. افسانه دوستی ندارد پایان، تا ما و تو چون ترانه آغاز شویم. من در این لحظه های بی نهایت حساس، برای این لحظه های بی نهایت برایم که یک شرایط خوب فراهم آمد، از فرصت مناسب استفاده برده من کل بینندگان شما را با فرارسی سال نو تبریک و مبارکباد میگویم و تمنا میکنم که همیشه در خاندانتان کبوتری بخت و محبت در میل پرواز باشد، همیشه دسترخوانتان فراوان باشد، همیشه سالم باشید. پیش از همه برای من همچون یک ایجادکار سال 2022 یک سال پربرار بود. من زیاده از 6 سفر هنری داشتم و 6 سفر خدمتی داشتم و از تاجیکستان بیرون و نهایت یک سالی بود که من بسیار چیزها را آموختم و بسیار چیزها را از بر کردم، تجربه نو گرفتم و باعث خرسندی از آن است که در فرجام این سال سفر ما به جمهوری به ما همسایه برادر جمهوری ازبکستان شد و ما به جمهوری ازبکستان آمدیم. از تلویزیون های خصوصی و دولتی دیدن نمودیم، تجربه زیاد گرفتیم، از یک دیگر تجربه گرفتیم و همیشه تمنا میکنم که آن همین رفت و آمدها باز هم زیادتر شود میان ایجاد، چون که در عرفیت میگویند که از یک دست صدا نمیبراید، حتما که از دو دست صدا میبراید. اگر این نوبت که ما آمدیم، ما دعوت میکنیم هم کسبان خود را به دوشنبه آیند تا از تجربه یکدیگر بهره بر باشیم، تا با یکدیگر آموزیم، از یکدیگر آموزیم و باز هم بهره رشد تلویزیون های خویش برنامه های جالب و رنگین ساخته باشه و باعث افتخار و خرسندی اون است که پس از آنه که دو سیاستمدار، دو نفره که بهره این دو ملت زحمت های زیاد کردن، پرزیدنت های دو کشور هستند که امروز درهایی که بسته بود باز شد. امروز دیگر آن همون مهر و محبتی که سالهای زیاد مردم در همجواری میزیستند، مردم به یک فرهنگ میزیستند و بینگرید که آن چیزی که در ازبکستان عرف و عادت است در تاجیکستان هم همان است. آن خوراک ملی یا دیگر و دیگر عرف و عادت فرهنگ تنها میتوان گفت که با یک زبان ما فرق میکنیم. حتی امروز سرحدی ما باز است. خرسندی آورش پیش از آن است که امروز میان تاجیکستان و ازبکستان سرحد است، اما سرحد دوستی نیست. سرحد گذاشته نشده است. این سرحدها باز است، به قلب ها نزدیک است و تمنا میکنیم که این دوستی های ما تا ابد باشد. مردم جمهوری ازبکستان را به سال نو میلادی تبریک و مبارکباد گفته به هر یکی آنها به تماشابینان تلویزیون ازبکستان سال نو میلادی را در خاندان هر یکی آنها بردباری ها تمنا دارم، صحتی و سلامتی و کامیابی های بی‌نظیر را تمنا دارم. بگذار که سال 2023 برای مردم ازبکستان سال پربرار و پربرکت و پرنور باشد. در سال نو آرزو دارم که با هر یکی ما با کامیابی ها نائل گردیم و برای پیشروی کار خود کوشش نماییم. بیننده نکته سنج، ما در هفته اول سال نوی 2023 که در مملکتمان سال اعتبار به انسان و تعلیم با صفت نام گرفت،
به دیدار رسیدیم. امیدواریم این سال در سالنامه تاریخ کشورمان سالی بابرار خواهد گردید. برای ما و شما باشد خوشحالی، خوشنودی، خانه پر از ناز و نعمت، روزگار نیک را آفریدگار ارزانی داند. همدیاران عزیز و ارجمند، بینندگان عالی قدر، این بود برنامه این ساعتی رنگین کمان که ما برای شما آماده نمودیم. در آخری برنامه شما عزیزان را به سال نوی فرا رسیده از صمیم دل تبریک و تهنیت میگوییم. همیشه صحتمند و سربلند و خانه آباد باشید. خدا حافظ.